در همین حال قرار است ایالات متحده آمریکا 2 تن از سران طالبان را از زندان گوانتانامو رها سازد. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله اخیرش نوشته است امکان آن وجود دارد تا 2 ماه دیگر آمریکا 2 تن از سران طالبان را از زندان گوانتانامو رها و طالبان نیز یک عسکر آمریکایی را که مدتها در قید دارند در بدل این افراد آزاد سازد. روزنامه نیویورک تایمز چاپ بریتانیا در مقاله اخیر خود با اشاره به پروسه صلح در افغانستان نوشته است مارک گراسمن نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که مقام‌های قطر باید درباره گشایش دفتر به طالبان با دولت افغانستان گفتگو نمایند و امریکا نیز با پاکستان برای عدم اجازه وی به این کشور گفتگو کند. بر اساس گزارش این روزنامه امریکا به کرزی گفته است اگر با گشایش نمایندگی طالبان در قطر موافقت نکند خروج نیروهای خود را از افغانستان سرعت می‌بخشد. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که رایان کراکر سفیر امریکا در کابل به رئیس جمهور کرزی گفته است که اگر این معامله را نپذیرد امریکا می‌تواند بگوید که اهداف خود را در افغانستان به دست آورده است و روند صلح را به خود وی واگذار می‌کند. روزنامه در اشاره به مسئله رهایی محبوسین طالبان از زندان گوانتانامو می نویسد که امریکا امکان دارد تا در 2 ماه آینده 2 تن از رهبران طالبان را از زندان گوانتانامو رها سازد و در مقابل طالبان هم یک عسکری امریکایی را که از مدتها نزد خود اسیر دارند رها سازند. احتمال می رود آمریکا تا 2 ماه دیگر 2 تن از سران طالبان را از زندان گوانتانامو رها سازد و طالبان نیز در بدل آزادی این افراد یک سرباز آمریکایی را که از مدتها در قید آنان است آزاد سازد. این در حالی است که مارک گراسمن نماینده خاصی اوباما در امور افغانستان و پاکستان در کابل تاکید کرد که امریکا تصمیم خاص برای انتقال زندانیان به قطر اتخاذ نکرده اما این مسئله را با کانگرس در میان خواهد گذاشت.